متاسفانه امروزها بعضی از نفران منفیت‌جوی به قدر سلامتی خود نرسیده در جامعه خود را معیوب نشان داده میخواهند بدین وسیله مبلغ به دست آورند. میلیسیای پایتخت 2 نفر جوان را بازداشت نمود که آنها در کوچه های شهر دوشنبه با همین اصول از رانندگان واسطه های نقلیات مبلغ به دست می آوردند. سیراجدین شکوری این حالت حزن‌انگیز را مفصل‌تر شرح می‌دهد. متاسفانه بعضی از افراد جسماً سالم هستند که خود را معیوب و دردمند وانمود کرده با برانگیختن رحم و شفقت به دل اطرافیان به جمع‌آوری مبلغ مشغول می‌شوند. چنین حالت‌های ننگاور در کوچه و خیابان‌های پایتخت نیز به مشاهده می‌رسند. وابسته به این از جانب کارمندان میلیسیا پیوسته رید عملیات‌های پروفیلاکتیکی گذرانده شده نسبت چنین افراد قلاب و مردم فریب چاره‌های داخلدار قانونی اندیشیده می‌شود. از جمله 2 نفر شهروندان حیدوف علیخان تقویویچ سال تولدش 1997 استقامت کننده ناحیه رودکی و خلاصوف بختیار اسدالله‌ویچ سال تولدش 1990 استقامت کننده شهر دوسانزاده دهه شادمان که دارای جسم سالم و بازوی نیرومند میباشند ولی خود را معیوب وانمود کرده با برانگیختن رحم و شفقت و احساس انسان دوستی در کوچه‌های پایتخت به جمع‌آوری مبلغ مفت مشغول بودند معین و دستگیر کرده شدند. در بین راه با چیکار مشغول هستید؟ چیکار با کدام راه؟ چیکار میکنی؟ تو در اصل صحت سلامت هستی؟ نامبردگان که در اصل صحت و جسم بازوی سالم دارند خود را معیوب و درمند و محتاج وانمود کرده در راه ماشین گذر با وجود آوردن وضعیت خطرناک به تلمندگی مشغول بودند. قابل تاکید است که گرچند قبلا نسبت حیدوف علیخان برای چنین عملهای مردم فریبانش چاره‌های داخلدار قانونی اندیشیده شده باشد هم نامبرده از این کردارهای ننگاور خود دست نکشیده باز در کوچه‌های پایتخت خود را معیوب نشان داده به چنین عملی ناشایان دست زده است. وابسته به این نسبت هر دو پروتکل حقوق بیانکنی ماموری ترتیب داده شده با حکم سود نسبت هر کدام جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 5 شبانه روزی تعیین کرده شد.